سلام بچه ها، امروز اومدیم و حالا باید این پارت سه هستش. اینجا که مشاهده میکنه تو ویدیو قبل من نشونتون ندادم، خوب نشونتون ندادم. یکی واشر اینجا بینه اینجا قرار دادم و این تصمیه که میگیرم من به شافت چرخ لاستیک وصله و این به وسیله یکی میلگرد ما این را به حرکت در میاریم و فرمون ما را تشکیل میده. حالا بریم که ادامه ویدیو را با هم ببینیم. خب بچه ما این وسط جوش دادیم که این شاسی زیر این یعنی اینجا مقاوم بشه، یعنی اونجا مقاوم بشه و محکم بشه که ما وقتی بامیسیم روی هیچ مشکلی پیش نیاد. حالا من بامیستم روش، ببینید و اینم بود از اینکه ما باسیدیم روش و هیچ مشکلی نداشت. حالا ما باید بعدش یعنی فردا ما باید از اونجا یک پروفیلی بزنیم بیایم بالا، یعنی اینجا تو پروفیل بزنیم بالا و این گوشه هم را مقاوم سازی میکنیم که این